را که خیلی است که در دوام روز دهانت تلخ می شود و دهانت خشک می شود و اینها از شکننده های روزه نیست. میتونید در همون حالت فقط غرغره نکنید. در رمضان دو چیز منه، یکی بینیاتون در آب گرفته و مثال خفا کشیدن چکلی که در طهارت میکنیم، در مثال بگیم در رمضان همون بینیاتون در کم ترک آب بگیرین، مثال فیشونید. دهانتون در همین خیلی آب گرفتین غرغره نکنید، همین خیلی دهان چکه کنین آبشو پرتوید. وقتی میبینید دهانتون در خشکی و تلخیه با آب میتونید که شما دهانتون مقصد پاک کنید. نفهمیده وقتی طهارت یگان قطره آب نوشن روزه میشکند؟ نه، اگر باشد یکی در حالتهای طهارت هم خطاان اگر آب به حلق ما روم، یعنی روزه های ما نمیشکند. السلام علیکم داملای بسیار مهربان. خدا شما را عمری دراز و تنی صحت و زبانی باز شیرین‌تر دهد. سوالی دارم. من مسافرکش هستم. اگر سحر بعد نماز ماشین را با سرعت بلند حی کنی و در راه به صدمه دچار شوی، آیا شهید میشوی یا نه؟ این برادر سوال کرده است که من مسافرکش هستم. در راه ها وقتی که سرعت حرکت ماشین زیاد میکنم، اگر مبادا به صدمه دچار شوم و هلاک شوم، آیا شهید میشوم یا نه؟ نه برادر. اگر شما را قهر نکند شما حرام میمرین. باور کنین، زیرا که این مثل خودکشی هست. این مثل خودکشی هست. برای شما جایز نیست که در راه به سرعت بلند شما ماشین را حی کنید، زیرا که تو میدانی که سرعت بلند ماشین، این ماشین در اختیار تو نیست. وقتی تو با سرعت بلند ای را حی میکنی، تو یقین میدانی که عاقبت این به یگان بلای تو را دچار میکند. تو پیشگیری دیگر کرده نمیتوانی. امروز اکثر همین صدمه هایی که در راه رخ میدهند همه از سرعت تیز حرکت کردن همین راننده ها هست. برادر عزتمند، به زمیانه که تو خودکشی، باز 4 آدم دیگری که در داخل داری زیمه خون اونها هم در گردن توست. اینو فراموش نکن. تو اونها را گویا که قصداً کشتی، قتل کردی. و بعضی برادرایی که مثال در همون ماشین ها نشستگی هستین، تکلیف نکنین راننده ها را که تیز حی کنند. عاقبت تیز حی کردن پیغمبر این 1500 سال پیش برای ما و شما گفت العجلة من الشیطان. سراسیمگی خودش از شیطان است. شما کار شیطان را پیش برده ایستادین، چگونه شهید میشوید؟ ولا تقتلوا انفسکم ان الله کان رحیما. سوره نساء خدا میگه نفس های خودتان از شما نکشید، خدای شما به شما مهربان است. من یک قصه را از حدیث های پیغمبر خدا که در بخاری، صحیح بخاری روایت میکنند کتابت کردم، گوش اندازین. آدمی که خودکش، چی همین انسانی که راننده ای که تیز حرکت میکند و هلاکت در دچار میشود، چی آدمی خودکش، هر دیگر حکم دارد. كان في من قبلكم رجل به جرح فأخذ سكينا فحز بها يده فما رقى الدم حتى مات فقال الله بادرني عبدي بنفسي فحرمت عليه الجنة. پیغمبر خدا گفتند در زمانهای پیش، پیغمبر ما و شما نقل کرده ایستاده است بین صحابه، در زمانهای پیش یک مرد بود که در یک محاربه اشتراک کرد و زخمدار شد. همین زخم بسیار وی دقت میداد، غم میداد، از جای خود خیسته نمیتوانست، مجروح بود، احوالش خیلی بد بود. در دلش همین زندگی زد، نخواست دیگر حیات. کار دا گرفت و همین رنگ کلانی که در بین دست است میگد همین برید و به همین چکار کرد، هلاک شد. خداوند به پیغمبر همون زمانه خبر داد که بادرنی عبدی به نفسی، این بنده من برای از دنیا گذشتن پیش از آن که تقدیر بالای آن بیاید، این یک سرعت تیزه
برای خود اختیار کرد، یعنی پیش از مهلت خودش را کشت. فحرمت علیه الجنه، از این خاطر من بر این بنده جنت را حرام گردانیدم. برای انسانی که نخواست دیگر حیات و مشقت بالای خود روا ندید و خواست که تیزتر از دنیا بگذرد، من بر این کس چیکار کردم؟ مادامی که خودش کشت، من برای این جنت را حرام گردانیدم. برادرای عزتمند، آدمی مسافری که در راه، راننده هایی که در راه حی میکنین، خیلی با احتیاط باشین، خیلی با احتیاط باشین، زیرا در زیر این حدیث پیغمبر خدا شما وارد نشوید. السلام علیکم داملای شیرین سخن. پیری من در ماشین سازکنی یک آدمی عروس است. وی با کتاب خودشان انجیل باوری دارد. مرا میگویند که پیری تو عروس است، کارت بی‌برار می شود. برادرها خب کنین، وقتی در آمدین داخل شدین در مسجد، قاعده مسجد امین است. پاتا که گذاشتی خدایا درهای جنت بروی من بکشا و جایی که یافتی جاده بنشین. وقتی صحبت، وقتی سخنرانی نیست. برادرای عزیز، ما و شما کمک گرفتن از کافر گناهگار نمیشیم. ایرا یوسف قرضاوی در کتاب حلال حرام خود بسیار خوب بیان کردگی هستند. اگر ما و شما از مردم کافر چی اختصاص نباشد، چی کسب نباشد آموختند، ما گناهگار نمیشیم. برعکس رخصت است. رخصت است که کدام آدمی که اگر چی دین ندارد، حالان که این آدم با یکی از کتابای خدا که انجیل است باز باوری دارد. ما با اهل کتاب، آدمایی که با انجیل حتی باوری داشته باشند، صدقه دادن ما جایز است، هدیه دادن ما جایز است، از اونها صدقه و هدیه را قبول کردن ما جایز است. اتقوا الله فی دعوت المظلوم و این کان کافرا. پیغمبر میگه شما از دعای بد مظلوم پرهیز کنین، اگرچه کافر هم که باشد، از دعای بدش پرهیز کنین. برادرها را ملامت نکنین. همین گونه ملامت ها کردن همین زمانهای پیش که ما و شما مسلمان ها چقدر عقب مانی کردیم. زبان عروس یاد نگی که گناهگار میشه. کی میگه دیره؟ امروز مردم ما و شما امروز احتیاج به دولت های همون روسیه پیدا کردن. اگر زبان اونها را میدونستن امروز مشکلات بالای اینا نمی آمد. کاری کنین بچه ها، امروز خدا را شکر کامپیوترها شده شد، زبان های انگلیسی را یاد بگیرید، عربی را یاد بگیرید تا که در دنیا شما خار نشید. تمام زبان یاد گرفتن، تمام اختصاص یاد گرفتن برای ما و شما جایز است. رسول اکرم میگوید وقتی که من مدینه میرفتم با همراهی چند صحابه، پیش ما کی بود؟ عبدالله ابن عریقت است. این میگه پیشوا بود که این مشرک بود. میگه وای راهنمایی میکرد، راه مدینه را برای ما نشان میداد. اگر مدد گرفتن از کافر خطا میشد، امروز اون روز پیغمبر خدا پیش راهنما یک مشرک قرار نمیداد. برای همین چی اختصاصی نباشد، از کدام کافر است، مشرک است، شما بیاموزید، شما بیاموزید. این غلط نیست. حتی کتاب زکات، کدامید که مختصر خان باشین، کتاب زکات تماشا کنین، میگوید بغیر زکات، در کتاب مختصر شرح شده میگه بغیر زکات دیگه تمام صدقه حتی آدم کافر دادن جایز. ما که شما را توصیه ندادیم که برده کافر صدقه بدین در حالتی که مردم مسلمان همسایه خود تشنه و گرسنه است. لیکن فتواش میگم، حدیثش برای شما بیان کرده ایستادم. ملامت نکنین، کارش بی‌برار نمی شود، کارش با برار می شود. باز دعای چند مسلمان دیگر هم میگیرد. بگذار که متخصص شود. السلام علیکم داملای محترم. من یک برادر دارم، بسیار به طاعت و عبادت بود. روزهای دوشنبه و پنجشنبه روزدار بود. در 3 روز 2 مصیبت روی برادرم آمد. یکی مادرمان از دنیا گذشت، دیگر فرزند صنف 4مش.
یک باره این برادر عبادتهایش را قطع کرد، گویا که ناراضی شد از این مصیبتها. من کسیته های شما را گوش میکنم. میخواستم چیزی در این موضوع گپ زنید تا که به گوش برادر به واسطه کسیت رسانم. بسیار خواهش میکنم، التماس، من و برادرم به شما بسیار اخلاص زیاد داریم. برادر عزیز، اگرچه من 2 روز پیش با این برادر با صحبت داشتیم، خدا در قرآن میفرماید ولا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین الذين اذا اصابتهم مصیبه قالوا ان لله و انا الیه راجعون. خدای ما و شما که خالق ما و شماست فرمایش میدهد ای بندگان من، شما را من در 5 چیز امتحان میکنم. یکم، خوف بالای شما میارم، مثل که دیروز یک خوف بالای ما و شما آمد. بعضی برادرای نمازخوان جای نمازها را جمع کردند، مسجد آمدن را قطع کردند، بعضیاش عرق نوش شدند که تا که اونها را در عذاب و مشقت گرفتار نکنند. بالای شما خوف میارم. گفت نگاه میکنم چگونه خدا را تو عبادت میکنی. والجوع، خاندان تو را دسترخوان تا خالی میکنم، بالکل در دسترخوان چیزی یافت نمیکنی. نظر میکنم که در حالت داشتگی چه خیل عبادت میکردی، در حالت گرسنگی چه خیل عبادت میکردی. و نقص من الاموال، در مال تو، در ثروت تو نقص پیدا میکنم، کمبودی میارم. نظر میکنم چگونه تو عبادت خدا را دوام میدی. و الانفس، فرزند تو را، خواهر تو را، برادر تو را، پدر مادر تو را همشه به هلاکت میرسانم. نظر میکنم در روز مصیبت تو چگونه خدا را عبادت میکنی. و ثمرات، اگر زراعت و باغ داشته باشی در باغ زراعت ضرر میارم. نظر میکنم کنی احوال تو چگونه میشود. در این 5 چیز ما و شما را خدا دائم امتحان میکند. در دوامش خدا چی گفت؟ و بشر صابرین، کسانی که در این 5 امتحان من صبر کننده هستند، این مصیبت های من صبر کننده هستند، اینها را بشارت ده ای محمد. الذين اذا اصابتهم مصیبه قالوا ان لله و انا الیه راجعون. وقتی این مصیبت ها بالاشان آمد و باید که اونها بگویند ما از خدا هستیم و به سوی خدا بازگشت داریم، وقتی این سخن گفتند اینها را بشارت بده. برادر عزیز، وقتی که اگر تو عبادتهای خودت ترک کردی، معنای این را دارد که خداوند در حدیثهای قدسی میگوید و من لم یرضا بقضایی و لم یشکر علی نعمایی و لم یصبر علی بلایی فلیخرج من تحت السماء و فوق الارض فلیطلب سوای ربی. کدام بنده من اگر در بلای من صبر نمیکند، در نعمت من شکر نمیکند، در تقدیر من کردگی راضی نمیشود، از زیر آسمان من، از بالای زمین من دور شود و برای خود خدای دیگر را طلب کند که من همچنان خدا هستم. در محبت هر کی او دعوا کند 100,000 امتحان بر وی کند. گر بود صادق کشد باری جفا، گر بود کاذب گریزد از بلا. برادر کاذب نشو، دروغگو نشو، بنده اساسی شو. ایمان قوی قطعی در این روزهای مصیبت چکار کن؟ باز شکر تا زیادتر کن، باز طاعت تا زیادتر کن، اگر تو در نزد خدا بخواهی که جزای بگیری. ابو سلمه میگوید، یک قصه یادم آمد. ابو سلمه میگوید روز نزد پیغمبر خدا بودم. پیغمبر خدا گفتند اگر کدام بالای شما مصیبت آمد باید شما بگویید که این لله و انا الیه راجعون. اللهم اجرنی بمصیبتی واخلف لی خیرا منها. میگه ابو سلمه میگه پیغمبر خدا گفتند که کدام مصیبت بالای شما کدام وقتی آمد بگویید که ما از خدا هستیم و به سوی خدا بازگشت داریم. پروردگارا در این مصیبتی که بالای من آوردی مرا اجر بده و در عوض این نعمتی که از من بردی بهترش را برای من نصیب بگردان. اینا گفت دعا کنید. ابو سلمه میگوید آمدم این حدیث پیغمبر را در پیش زن خودم ام سلمه روایت کردم. ام سلمه میگوید وقتی که من این سخن از شوهرم ابو سلمه شنیدم
یک چند مدتی گذشت که ابو سلمه شوهر من از دنیا گذشت و همین تعلیمی که از پیغمبر خدا این شوهر بر من آورده بود این من خواندم. لیکن بعد خواندن این کلمات در حیرت ماندم، زیرا که پیغمبر خدا گفته بود است واخلف لی خیرا منها، از این نعمتی که از دست شما رفت از این در خدای مرا بهترش نصیب گردان. من این وقتی خواندم از شوهرم ابو سلمه دیگر مرد خوب نبود. من در حیرت ماندم که بعد این مرا کی را میداده باشد؟ این بهترین نعمتی مرا برد، باز من بهترین نعمت دعوت دارم، دعای پیغمبر انجام داده ایستادم، بر من کی نصیب میشیده باشد؟ وقتی عیده من میگه گذشت 4 ماه و 10 روز گذشت، بناگاه دری من تق تق شد. در را میگشایم، آفتاب تابان محمد نزد در ایستادگی است. دستهام که میگد ناشسته بود، دستهای خود شستم و رسول اکرم برده در خاندان خود شناندم. خوش آمدی. و سوی من گفت ام سلمه من برای خواستگاری تو آمدم، برای خواستگاری تو آمدم. میگد من در حیرت ماندم از این دعا و از این وعده که پیغمبر خدا کرده بود خدا بر من نائل گردانید. و گفتم محمد اولا من خیلی زنی تیز خواصی هستم و دویم این که زنی پیرانسال هستم، سوم این که عیال زیاد دارم. رسول الله گفتن ای ام سلمه روزی که من تو را نکاح میکنم و در نکاح خود میدرارم این تیز خواصی تو را همش خدا نابود میکنه و این سین و سالی که تو پیرانسال هستی منم پیرانسال هستم و این عیالی که تو میگویی این عیالای تو همش حکم فرزندی مرا میگیرن، اینا فرزندی من میشوند. من میگه راضی شدم و بعد این قائل شدم که این دعا به خود تأثیر داشته است که از ابو سلمه دیده بهترین انسان من در مدینه بغیر پیغمبر نمیدیدم که پیغمبر مرا در نکاح خود در آورد. برادر عزیز در اون روز شما این دعا کنید که خدایا از این فرزندی که از من گذشت از این بهترش برای من نصیب بگردان. انشاءالله تو خدا قادر است، خدا برای تو فرزند عطیه میکنن میدهد و برای شما نصیب میگه بهترش خدا برای شما نصیب میگرداند. یک حدیثی هست که رسول اکرم میگه اذا مات ولد العبد، و این خاتمه میدیم برادر این سوال این برادر، وقتی که اگر فرزند انسان از دنیا میگذرد اذا مات ولد العبد فيقول الله حبستم ولد عبدی. خداوند به سوی همون ملائکه هایی که جان این فرزند گرفتن میگفته است آیا جانی فرزندی بنده مرا گرفتید؟ فیقولون نعم، اونها میگفتند بله پروردگارا فرمان تو بود گرفتیم. فیقول الله، خدا میگفته است قبضتم ثمرة فؤادی، میوه دل بنده مرا کندید. این فرزند میوه دل است، میوه دل بنده مرا کندید. فیقولون نعم، میگفتند بله خدایا میوه دل بنده تو را کندیم. فماذا قال عبدی، خداوند سیوم سوالی که میکرد از چی میگفته است؟ وقتی که تو فرزندی وای از خانه جانش گرفتی پدر و مادر وای چی گفت؟ آیا رو خراشی کرد؟ آیا لباسهاش دراند؟ آیا با زبان هرچی گفت؟ پیغمبر خدا میگوید انا بریء ممن حلق و سلق و خرق، من بیزار هستم از سه طایفه، کسانی که موی خود میکنند، کسانی که روی خود میخراشند، کسانی که لباسهای خود میدرانند. من از این سه طایفه بیزار هستم. برادرای عزیز وقتی پیغمبر از شما بیزار باشد نباشد راضی ارواح نبینا چگونه بیندش در حشر فردا. اگر این راضی نباشد ارواح پیغمبر از شما راضی نباشد فردا شما چهره پیغمبر را چگونه نگاه میکنید؟ وقتی که از شما بیزاری طلب کرده ایستاد است من بیزار هستم از آن امتی که رو خراشی میکند، موی سر میکند، لباس میدراند برای مادرش، برای پدرش، برای فرزندش.
خدا می گفته است. چی گفتند؟ ملائکه چی میگویند؟ حمیدک و استرجع. خدایا ما در این حالت بنده تو در تعجب افتادیم، فرزند جگربند وی از خاندان وی نابود کردیم. اونها باشند میگویند حمد و ثنا از برای خدا، این لله و انا الیه راجعون. این سخن ما از زبان بنده تو شنیدیم. خداوند چی میگفته است؟ مادامی که این سخن از زبان بنده من صادر شد، بنو للعبد بیتا فی الجنه و سموه بیت الحمد. الحال در جنت یک قصر بنا کنین و نام او قصر شکرانه بگذارین و منتظر این بنده درهای او را بسته کنین. خوش به حال آن بنده که این لله و این الیه راجعون استفاده میکند، در تمام بلا و آفت چی است؟ صبر کننده است، دل شکسته نمی شود، برعکس عبادت چه زیاد میکند. فکر میکنم ان شاء الله برای آدم عاقل این صحبت ها کفایت کننده هستند. بسم الله الرحمن الرحیم. وقتی که التحیات را میخوانند و یک چلیک دست راست را میبردارند، آیا این درست است و ثوابش در چی؟ این سوال من 10 بار جواب گفتم. برادرای عزیز، در حالت التحیات خواندن ما و شما به اشهد ان لا اله الا الله میرسیم، همین دست چلیک ما میبرداریم. اینا سنت پیغمبر خداست. 36 حدیث صحیح پیغمبر خدا در همین یک برداشتن چلیک آمده است. 36 حدیث صحیح پیغمبر خدا. برای همین بعضی از فتواها مثل کیدانی، خلاصه، بزازیه، تاتارخانیه، شرح الیاس، عالمگیری به نکردنش رفتن، گفتن نکنید. لکن رسول اکرم کردند، چهاریار کردند، 4 مذهبی برحق کردند. شما اختیار کنین کدام از زینه های اینها را قبول میکنین. خداوند در قرآن میگه و ما اتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. چیزی که پیغمبر خدا برای شما آورد و یا قبول کنین، از چیزی که پیغمبر خدا شما را منع کرد و یا چکار کنین؟ رد کنین، قبول نکنین. از این خاطر برای کسی که همین برداشتن انگشت مشکل افتاد، وای به سوی همون جوان نگاه نکند یا وای مثال یگان تنبیه و یگان تحقیر نکند. خود نمی برداری، برادر تا تحقیر نکن. رسول اکرم گفتن فهیه اشد علی الشیطان من حدید، من ضربت الحدید. همین یک برداشتن انگشت برای شیطان وزنینتر و مشکلتر است از آنی که به یک آهن در تار سر شیطان زده شود. راستی بار ما از حدیث بیرون شده نمیتونیم. چیزی که هست کسانی میگن در حضرت ابو حنیفه نکردن، انشاءالله کتابا در نزد ما هست. فقه الاسلام و ادلته 12 جلد است. در همون گفتن ابو حنیفه فقط حضرت همین تا میگذاشتن و همین یک انگشت میپرتاشتن، میبرداشتن و میپرتافتن، دیگر جمع نمیکردن، انگشت مشت نمیکردن. برای همین اختیار دارین، پیرو ابو حنیفه باشین، مثل ابو حنیفه اجرا کنین، ان شاء الله ثواب میگیرین. السلام علیکم داملای عزیز، کی افتخار ما مردم هستی. سوال دارم، آیا زنی که وفات میکند در شکمش کودک دارد که وای زنده هست چیکار کنیم؟ یک مولا را پرسیدیم، گفت که اگر یک موی بدن مرده را بکنی گناهگار و در نزد خداوند جوابگویی و آن مرده در حق تو دعایی بد میکند و این در مذهب ما نیست. برادر فهمیدین به فکرم سواله؟ یک زن از دنیا میگذرد و در شکمش فرزند دارد، خود گذشته است و فرزند زنده هست، چیکار کنی؟ این برادر مولا گفته است که این مذهب ما در جایز نیست حتی موی بدن او را کندن. موی بدن کندن و از این مسئله باید که ما استثناء کنیم. اون مولا این موی کندن و موی سر شانه کردن این دیگر موضوع است و این فرزندی که در شکم این زن است این دیگر موضوع است.
مذهب ما از دسته بعضی همین ملاهایی که مذهب ما باور کردن همین مذهب ابو حنیفه قریب سیاه شده ایستاده است. چیزی را که نمیدانی از مذهبت این گونه فتوا نده. رسول اکرم میگه من افتا بغیر علم کان اسم علی من افتا. کسی که اگر به علم فتوا میدهد وای در این فتوای دادگیش در نزد خدا گناهگار است. همین ابو حنیفه که ما مذهب ایشان داریم، ما صدقه ابو حنیفه میشیم، ما خاک پای ابو حنیفه نمیشیم. و همه شما را دعوت میکنم که از مذهب حضرت هیچ وقت ما و شما باید جدا نشویم. زیرا ابو حنیفه را امروز مردم ما نمیشناسند. خود ابو حنیفه میگوید فتوا ندهین در صورتی که ندانین که من خود از کجا گفتم. تا وقتی ندانین که همون سندی که من روایت کردم سند اگر شما ندانین شما از نام من روایت نکنین. امروز همه فتوا میدهد، از خدا بترسید. فتوا این آشخوری و پلاخری نیست. این فتوا خواندن و فتوا نگاه کردن این کتاب کشاده میکنی، تفسیر نگاه میکنی، معنای حدیث نگاه میکنی. نمیدانی شرم نکن رفته مرحمت از فلان داملا بپرس بگو، اینش در تو ثواب میگیری. وقتی اگر همچنان شد مذهب ما و شما و مذهب امام شافعی اتفاقا میگوید که وقتی همین حالت که رخ داد در حال کارچه را بگیرین شکم پاره کنین، شکم وای پاره کنین، این فرزند از داخل شکم بیرون کنین. اینا مذهب ابو حنیفه و مذهب امام شافعی میگه. مذهب امام احمد اجازت ندادن. مذهب امام مالک باشد فتوا با مذهب ابو حنیفه دادن، گفتن چاک کنین، طفل بگیرین. اگر مبادا زنده آمد خوش به حال همه ما و شما. اگر زنده نآمد یگان حرکت نداشته باشد تمام باید میپیچونیم برده میگرانیم، تمام میشود فتوا بر جای خود آمد. مسئله حالش همین است. ابو حنیفه را وقتی میگه سوال کردن آیا در یگان مسئله پشیمان شده ای؟ حضرت گفتن یک مسئله را من جواب گفته بودم لیکن نمیدانم که حالی وای چی شده باشد. گفتن چی مسئله است؟ گفت یک زن را در حالت حمل فتوا دادم که شکم وای پاره کنن، حالی و فرزند چی شده باشد؟ اون فرزند در نزد ابو حنیفه خود سوال کننده بود. گفت همان زنی را که تو فتوا دادی و از شکم وای فرزند بیرون کردن الحال همون فرزند من هستم. همون فرزند من هستم که امروز خداوند مرا عالم ساخته است، خدمتگار اسلام کرده است. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. پروردگارا از ثواب و فضیلت این نماز جمعه همه ما و شما را برخوردار بگرداند. خدا عاقبت همه ما و شما را به خیر بگرداند. خدایا طاعت عبادت های ما و شما را باز هم زیباتر و زیادتر بگرداند. تمام آن بندگانی که خیر و احسان کردند و یا میکنند و در مدد این مسجد دستیاری دراز کرده ایستادند، خدایا از کل آفتهای زمینی و آسمانی در حفظ امانش نگهشان بداری و سردارهایی که بالای ما سر ما و شماست خدایا در دل آنها محبت این ملت جایگیر بگردانی، توفیقشان خدایا رفیق بگردانی. ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین برحمتك.